گداریا رادیو تزش مسکوی دکن سلاف و دما و بخیر گدارین دلال رادیو تزه اند کارن ببین تو رو اینترنت بوی ناونی شانی مالپرا ریا تزه نقطه کم ایرو شمی نه سواتیه گداریا دنگو باسین گرینگ ین وی هفته بکن دشمی چهار سوات ترمی میری از دین جیانی بالافرک تایبتش آلمانی و گیش تریم کردستانی بالافرخانای نودولتی یا حولیری با مدبون و سرکوزیر هریم کردستانی نجیروان برزانی وزیر و برپست حکومت کنسول و نونری ولاتان سروک جوات روحانی یا از دیان بابی شیخ و چند مزنین از دیان هروا نونرین پکاتاین اولی و مذهبی ین هریم کردستانی بمرسیمه که رزگرتنی پیشوازیل ترمی ویهاته کرن سرکوزیر کردستانی مرسیما پیشوازی کرنا جنیاز میری از دیان میر تحسین بگدا گوتارک پیشکش کر او راگیاند میر تحسین بگ کسی که خودی هلوست بو و بجداری شورش و کردستانی بود لما توشی گلک درد سری بو نیجیروان برزانی گوت میر تحسین بگ هرتم کردن از دی هاندانه دا که بجدارید پروسین سیاسی دا بکن او تکس کر از دیان درجای دیرو که ارکی خواهی نتوایی و نشتیمانی بجی آنینه و پرستونا چند و زمان کردستانی یکش پکاتاین سرکه ین از دیاتیه لما افروبروی جنوساید نو هولا گویتنا دموگرافی نوچه ایوان هاتیه داین سرکوزیر هریم کردستانی امجب شنگال جیکر او وکه برینه که کردل کردان دا بناف کر او گوت ام تجاری شنگالش بیر ناکن او شنگال برینه که دلی همو کسی که کرده او تکس کر که کار بو و دنکرنا شنگال دکن او دازانین من بریار دایا که کار من یه پیشن رزگار کرنا خوشک و براین از دیبه روز پنج سوات تربی میر تحسین گیش دوره شیخان و ازدین کردستانی و چند ولاتین جیانی پیشوازیل ترمی میر تحسین کرن و سر ملان گیاندن کشکا میر و دری رسمه که دا ترمی میر ازدین کردستان و جیانی بخچه کشکا خال باجار شیخان بخاکی هات سپارتن ری و رسمین بخاک سپارتن آخی یا میر ازدین کردستان و جیانی گو ری و رسمین ازدیان بری و چوده دا سرودین اولیین ازدی هاتن خواندن میر تحسین بگ روز 28 چله 86 سالی دا نخشخانایی که آلمانی کوچه داوی کربو روز دوشمی ترمی بی فروکه که گیشته به فروخانای نادرتی یا حولیری اول سر بریارا سروک برزانی ری رسمک تایبت و فرمی بو پیشوزی کرن ترمی میر تحسین بکات بریخستن انجمن روحانی یا ازدیان را گیاندن هیام هفت روزانشین بو میر تحسین بک داتینه میر تحسین بک 15 تباق 1933 بادری سر قضای شیخانیش دایک ببو پشتی مرنا بو بی داویا مهاتی مه 1944 دا 11 سالی دا بو میری ازدیان روز سشمی پنج سوات شاندن بلندین پارتی دموکراتی کردستانی و یکتیا نشتیمانی کردستانی پیور جویان پیوداری یکتیا نشتیمانی کردستانی سیدی احمد پیره نواروکا جوین پیدکی او ینکیت کنفرانسی که روز دموانی دا اشکره کرد اوی گوت پشتی گوتو بیشن شاند بلندیا پیدکی او ینکی جبوچه سرکرنا پرسکری کانو پیکانی حکومت هریم کردستانی ملحف کرد روزین بیدا کوبیتا نویساندن پروژه سیاسی دست کار بکه و حتی نوین هفتیا او بیدا پروژه سیاسی و کاری هدبش آمده بکن هر وا اوی گود جوین دو بریار هات داین روز 18 سبات پارلمانتوی کردستانی بجبه و هر وا تمن روزی داجی انجمن پارزگاه کرکوکی دجبه پیب داری ینکی جی گود پدکی و ینکی هفددن پسگریکن بغدای جی بین جار سرکرن و پارزگاه بو کرکوکی به دیار کرن سرک وزیر هریم کردستان نیجیروان برزانی بغدای سرک وزیر عراق عادل عبدالمهدی را جویا روز پیشمی نیجیروان برزانی سردان بغدای کرد گل سرک وزیر عراق عادل عبدالمهدی جویا لگور زانیاریان نیجیروان برزانی و عادل عبدالمهدی پیوندین هولیر و بغدای چهار سرکن پرزگری که نوبر هر دو آلیان در و رکفتن هزین پیشبرگه و سپاه عراق گوتو بیش کرده سردان نیجیروان برزانی بو بغدا پشتی رکفتن هولیر و بغدا سر بودجه یکم سردانه گور آگاهیان ولاتی بلژیکا چند کسان که کردن یریشی آیا نونتی حکومت هریم کردستانی کرنه دو ویدیوی دو کل سرتورین جواکی هاتنه بلاف کرن تی خویا کرن که چند کس که به زمانی کردی داخلن یریشی سر آیا نونتی حکومت هریم کردستانی دکن کسی یریش کار هر وا آل کردستانی جی بر آیا نونتی هریم کردستانی آنین خواره
سروک برزانی پیشوازی بایلوزی آلمانی العراقی و کنسول آلمانی الهولیر کرد و دلگرانی خال سر پاشروژ گلی کتل سوری پشاند آلمانی را گیاند. مال پرا فرمی یا سروک برزانی بلاف کرد. روزا پیشمی پنج سوات السلادین سروک مسعود برزانی پیشوازی شاند که حکومت آلمانی کرد. کاش کیریل نین بایلوزی آلمانی العراقی و باربارا وولف کنسول آلمانی الهولیر پیکات بون. تهدیدنی دا بایلوزی آلمانی العراقی بالکشان سر پیوندین نبرا ولات خو عراق و کردستان دا و دازانی که آلمانی دواری هفکاری امروی و بگیراندن آرامی العراق دا کار دکه. هر بواش بلی بالکشاندن سر پیگه حریم کردستانی و سروک برزانی جبو ولات خو دیار کرد که سروک برزانی جبو همو گله کرد نوچه رجلات نوین جی هیویه که زیده. دبشه که دنیا و جوینی دا درباری رفش سوری و پاشروژ کتلوی ولاتی دا دانستاندن بیر و رامانان کرن و سروک برزانی دلگرانی خال سر پاشروژ گل کتل سوری پشاند آلمانی را گیاند. سرک وزیر حریم کردستان نیچروان برزانی جیل گل بایلوزی آلمانی العراقی کیریل نیلجبیا و هر دو آلیان تکزیل سر پیس کردن پیوندیان کرد. تهدیدنی داشتند میوان تکزیل سر بردوامی هفرکارین لشکریین ولاتی خواب با حریم کردستانی کرد و سرکفتن پیشمرگین شهر دجدایشی دا و پاراستن و همو پیکاتاین جدا بلندتر خواندن. اجال خواب نیچروان برزانی سپاسیا سردان و هفکاریا لشکری آلمانی با حریم کردستان دم دشوار کرد. هر وا پسنی رول آلمانی جبو و دیاریا بنخ یا جبو پیشمرگ کرد آستی قربانی دانا پیشمرگه دایه. شیورمند انجمن آسایش حریم کردستان مسعود برزانی و فرماندار اپراسیون تایبت ین آمریکای عراق و سوریه پاتریک روبرتسون هولیر جوینک بکنین و قنوغین شهر تروری و پیشات رفش و رجلات فراتی گوتو بیش کردن. گور داخلی اوفیسارا گیاندن یا شیورمند انجمن آسایش حریم کردستان مسعود برزانی پیشوزیر فرماندار اپراسیون تایبت ین آمریکای عراق و سوریه جنرال پاتریک روبرتسون و شاندک پیراکر و جوین دا پس پیشات داویین دوری و قناغ شهر دژی تروریست داعشی آتکرن درباره پیشات و رفش و رجلات جمع فرات دا مسعود برزانی دیار کرد که دوی حس و آلین سیاسی روژاوال هف بکن و رکفتن که شف هم کنه یا هف بیش لسر تویا بابت و مجران بکن دا کد نو گویرتن دا مافی گلی کت بجی بکن. سروک فرمانی ارتش عراقی را گیاند. هفدیر و بغداد واری لشکری دا هوانهنگی وانیا تمامه و دروژن بید اوده اپراسیون هفبش بو نافچین کردستانی ین دروی اداره حریم کردستانی پیکتینن. امیدار گیشتی یه وزارت پیشمرگه جهورگلین پنگاوین رکفتنا هفدیر و بغداد اشکره دکه که دجوینه که دا نابرا شاندین وزارت پیشمرگه و وزارت بروانی یا عراقی دا کل هفدیر بریوچو دریه که نول پیش جار سرکرنا پرسگری که نابرا هفدیر و بغداد دا مایی وکر. سروکارکان ارتش عراقی جد بیشه هر دالی دوی باوری دانه کش بو پاراستن رفش اولیل نافچین جی ناکوکین پیوستی وان پهویه. سروکارکان ارتش عراقی گوت از پیشمرگه بشک سیستم بروانی یا عراقیه و هوان هنگی و تمام دم بروان دهیه. دمین بیدا اف کمیته دجوینش بو هموک حقا عراقی به پاریزن وان ریه که دیش کریه و که مای دمین بیدا و ده اپراسیون هف باش پیک بینن. برپرسی فرمانگه پیوندین در و حریم کردستان اشکره کرد. 37 کمپین کوچبر و پنابران حریم کردستانی نه و 163 کوچبران باجاندجین. برپرسی فرمانگه پیوندین در و حریم کردستان فلا مصطفی را گیاند. الگور داوی راپورتا 92 یا قیرانان 249,617 پنابرین سوری 20,575 پنابرین ترکی 13,162 کوچبرین ایرانی و 756,000 کوچبرین فلسطینی حریم کردستانی هنه. دا آزانی سدی شستش پدنبران باجار و نوچین جدا گل روشتان حریم کردستانی دجین. هر واش سدی 37 کوچبران کامپان دجین که 37 کامپان. میلیسیان چکداری افرینی مزرگه که کردن علویین افرینی نوچه موبتا ویران دکن و گورین وان وددن شونواران گرن. نوند میدی یا افرینی بلاف کری میلیسیان چکداری آلیگری ترکی ین افرینی مزرگه کردن علوی یاد که نوبر باجاروکی موبتا و گندی قنتری ویران کرن و مبستا گرال شونواران گورین دادورو به مزرگه کلون. دسپیکو یریش ارتش ترکی و میلیسیان سربی وال سر افرینی گلک جین دیروکی و اولی ین پیروز هاتن
بومب براکرن و ویران کرن و کگری ایدارا ین شونواری گلا تقل که او شونواری چای سمانی هر و میلیساین چکدار گلک جی و مزرگین اولا ایزیان افرین نشکیناندن و ویران کرن وک مزرگه شیخ جهید و عبدالرحمن گند فقیر و مزرگه شیخ برکت الجای لیلون نزیکی باجروکی دارد ایزه هر و چکدارن مزرگه هنین و بورا رفشنبیر کرد دکتر نوری درسیمیل گند مشاله جشکیناندن و ویران کرن حتی نهاپلان آمریکا تمامیش با واکنه دور عرب سوریه و رجوع کردستان زلال نبویل لیهری داوی واشنگتن شنک ولات خواست که دور عرب بپارزن و دی آمریکا جی آلیکاریا اوام بکه هفسروک دسته جیبجی کاریا انجمن سوری دموکراتیک ایلهام احمد واشنگتنی داخیا کرن کش با پاراستن ولیا دوری هزن نادولتیت کارلوی دری بینبجی کرن ریبری بردمای پکانی ناشیته لزانینگه کولومبیا جید بشه دوی آمریکا بشکیش هزی خو ناف سوری بیل دکو کات ویولاتی بین پاراستن وقتی زانی ناپلان آمریکا بزلالیش بو چکرنا دورک عرب سوری و رجوع کردستان زلال نبویلی آمریکایش فرانسا بریتانیا و استرالیا دخواست کرد و وی دور آرام بپارزن و افدیشی آلیکاریا وام بکه درباره به مجاری در سروک دسته جیبجی کاریا مجلس سوری دموکراتیک ایلهام احمد دیار کرد که ارینی پیشوازی وکرنا حریم آرام دکن و گفت ما بری نهاجی راگیان دبو که ان پیشوازی وکرنا حریم آرام دکن لیب مرجو افجیر کنترل هزینه پیمانیا ناف دولتی و نتوان یک بوی دابه اگر بوی آوایی به انجام نوی ین ارینی هبن برپرسی پیوندین در و ین تفدم آندار خلیل سر آوکرنا هریم اولال رجوع کردستانی و باکوری سوری راگیاند نوچین رجوع کردستانی و رجلات فراتی جبری و بولنه جیه که ترکیه در بازی وید به او داگرد که اولای آرامی لی نامینه هر و دگر آوکرنا هریم اولاد داشی دیار کرد اف قبول نکن هریم اولاد بدون کنترل ارتش ترکیه دبه اگر هات که هزکت نبر ترکیه و هریم حسیدی دا جی بگره دوی هزکت آستاد دولتی و سرب نتوان یگرتی وابه سر دانستاندن برژیم سوری را آدار خلیل گوت نه پیوندی به مسکو را تین کرن او نقشه کاتیه دانین مسکو ورولا نابینکار شامی را دگره و حتی نه تا دانستاندن راست شامی را دست پی نکریه سر وگر پیشبرگین روش و جیبونا و ویل سر سینور نابر ترکیه و هزین حسیده دا آدار خلیل گوت هند اف مجار نکتی روجاوی و تنل سر راگیاندنی هیه دمو اف مجار بکر روجاوی و دمی دی گلک پرسابن آژانس آنادولو یا ترکیه را گیاند که هزینگریدای رژیم بشار اسد دست یریشن سر ایدلیبی کرده و توپخانه ارتش سوری کمین جهادی ین ایدلیبی توپاراند که هر و المصدر نیوز را گیاند که اپراسیون که بفری ارتش سوری بیدلیبی دهاتیه دست بکرن و هات گوتن هزین اسد کما چکدار یا پارتی ترکستان اسلامی کردن آرمانج هات دیار کردن که هزین ارتش سوری جبلی توپارانی راکیتان جیلنبری وان کمین چکدار بکارتینه سرکومری ترکیه دبیجب سوری نست 11 کیلومتر سینوریوان هیه و تک ریا اولکاری دورخستان گفانه چاول جودی و گاباری اپراسیونان دکن پیویست به دی حتی قندیلی جی بچن اردوگان گوت افدر وی دور اولی یاد بن کنترول ترکیه دا تو پلان قبول نکن و اگر حتی چند هفتیان یپگیش من بیجی نی در خستن افدی دست جیکن پلان خوب بکن و اپراسیونان انجام بده هفته گندل چی و پاسوری ین دیاربکری قدغه در کتنا در و هات راگیاندن پارزگریا دیاربکری داخیا کرنش بر دست بکن اپراسیون که بفری یا هم بر گریلا ام پککی هفته گند و گلک دور انگریدای نوچین لچی و پاسوری قدغه در کتنا در و هاتی راگیاندن پارزگری دازانین اپراسیون برمانجو تکبرنا سنگر و دیپوین گریلا ام پککی و دمین داویدا نوچه لف و تفگرین وانزیده بونه و دست نشان کر قدغه حتی فرمانه که نوی بردوام بکه پارتی دموکراتیک یا گلان هدپل پارلمانتوی ترکیش با لیلا گوون دست نوباده آشتیه دکه هفسرو که هدپل پروین بولدان کمبونا هفتانه یا پارتی خدا بانک حکومت ترکیه کرد که گوبده دخوازن لیلا گوون او دیل پارلمانتوی ترکیه ببین دنگی لیلا گوون اوش بوی نوباده آشتیه بگرن پلاتفورما زمانی کردیش با کل باکوری کردستانی زمانی کردی با یک ریکو پکتر و زیدتر واره بکارانین پیشنیارک دایه برخوا پلاتفورما کش پارتین سیاسی و ریخستن جواکی پکتی آمده کاریان دکه که دبیستیه که ثباتی روژ زمانی زک باکی یا جیانی دا دیار بکری چلاکیان الدار بخه دبیستیه که ثباتی تا دی هفگرتین پلاتفورمی جلو برگین کال سر دا لوزونگین زمانی کردی جید گرن خواب بکن اول دیار بکری بمشن پلاتفورم هر با دخوازش دولتش دکه که سازی زمانی کردی
کردی وره آوا کرن بدف که پلتفرم زبانی کردی شرف خان جزیری گفت اگر افسازی زبانی کردیش علی دولت و وره آوا کرن اوش علی دولت و وره پشراندن و هر سال وره فینانس کردنش علی کسی پسپور و کسی هنرمند بر خباتی بکن اویجی دیل گوری وان خباتی خوب بکن رزبان خو آراز بکن هفگتین پلتفرم زبانی کردی چرچوه بکارانی زبانی کردی دا بالی دکشین سر بر بسیاریا سیاست مداران پارتین سیاسی جی کد خباتی خود زبانی کردی بهتر کار بینن پلتفرم زبانی کردی دخواست دکه کل ترکی گل زبانی ترکی زبانی کردی جی به زبانی فرمی و دوی چرچوه داجی دی اندام پلتفرم پشتی البجارتن هریمی دخواست هفدتن برایدرین دولتی را بکه او مجرا زبانی کردی بکه دروجوا پارلمانتوی ترکیه دا گلتنگ شناق و سبهتون جل سریل دادگاه مافی مروان یا اروپای دادن که نهکی جزای گران وان هاتیه برین دادگاه جزای گران یا ملتی هفسروک پارتی حریم دموکراتیک سبهتون جل 15 سالان شردر بر یا دیاربکر گلتنگ شناق جی 14 سال و 3 ماه زندان کرنی جزا کرن پاریزرین تون جل و شناق دانخیا کرن دوز دما دوزگر و دادوارین گریدای جماعت گلان هاتیه بکرن و حتی داوی 19 دادور هاتنه گویتن پاریزران دانزانین پشتی سردن دادگاه حریمی و دادگاه دستوری اوی بو بطل کرنا بریار سریل دادگاه مافی مروان یا اروپای بکن که بریار یاساین دادگاه بلند هاتنه بمپیکرن دنگ و بحثین جیانی آلین شین عراق درباره دخینی سروک آمریکا یا کارانین خاک عراق بو چفدریا چالاکین ایرانی دا تکز دکن ری نادن آمریکا عراقش بو چفدریا ایرانی بکار بینه هر وا گروپ کش دا شیبی گف روبربون آمریکا دخواه اگر آمریکاش عراق و یریشی سر ایرانی و سوریه بکن دخینی سروک آمریکا دونالد ترامپ یا کارانین خاک عراق بو چفدریا چالاکین ایرانی دا تویا آلین شی نگران کرن اوش بو وی سبب هفدن بریا پارلمانتو عراقی را یا سیکش بو در کرنو هزین آمریکیش عراقی در بکن سروک پیمانی فراکسیون سایرون یا پارلمانتوی عراقی داخلی که دخواست سرک وزیر عادل عبدالمهدی کرد همو رنماین بو کنترل کنن تفجیر لشکری یا آمریکا نوی ولاتی بگربر و تکس کرد اوری اناد سروک آمریکا و هزین آمریکی خاک عراق بو یریش کردن سر ایرانی بکار بینه و دخواست کرد فراکسیون سیاسی بریا پروژه که بو در کردن هزین آمریکی بکن هر با هفتیا بوری سرک وزیر عراقی عادل عبدالمهدی دخواست سروک آمریکا دکه شخافتن خواهی نوی داوی درباره هبون و هزین خال عراقی وگره و رد جکر که تبنگه که سربازی یا آمریکا عراقی هبه سرک وزیر عراقی کنگری خواهی روزنامانی یا هفتانه دا گوت افکارانین خاک عراقش عالی هر ولاتا که با رد دکن و دخواست ترامپ کر شخافتن خواه وگره عادل عبدالمهدی اشکره جکر تشتال عراقی هی نه بنگه سربازیه لی هجماره که راهی نت چرچوه هفپیمانیان نافدتی یا جدایشیه و تکس کرد او دوی درباری داد گل آمریکا ناکوکن و خوافتن ترامپ بمفانه و دوی جیوه گره بریا چند روزان سروک آمریکا را گیانده بو او دی هزی خوش بو چفدریا ایران عراقی بیلن برپسه که بلندی آمریکا یه میدیا ترکیه را گیاندیه که نام ترکیه همج روسیه ایش 400 دان بکره همجیش آمریکای پاتریوتان گر ترکیه ایش 400 دان روسیه بکره اف پاتریوتان نادن وی او نیرین حکمت آمریکای او دوی ترکیه جدریان یکل بجیره دوی ترکیه ویری هل بجیره که هفکاریا لشکری یا ترکیه و آمریکای نخ خطره با بتا کرینا ایش 400 دان روسیه مجارک ناکوک دانبر آمریکا و ترکیه دانه آمریکا دیار دکه ولاتک اندام ناتو نابه مشکل ایش 400 ین روسی وکی سیستم بروانی بکار بینه اجبر که یک کاره گلک سیستم ناتو روسی را اشکره بکه و اف یک بترسیه که اشالی خوب ترکیه دستیشان دکه که موفیویه مشکل ایش 400 روسی بکره بیوندین روسی گل ترکیه گلک آستان دا دم داوی دا پیش کتنه و کرینا ایش 400 جی وکی پروسیک بدوامیا بیوندین انقرل گل موسکو اشکره دکه انجمن ریسپیت یا آمریکا پسند کردن پروژه بریاره که پلان ترامپ یا وکشاندن هزین آمریکیش سوری و افغانستانی رد کرد. گور پروژه بریاره که انجمن ریسپیان که هفته دنگین اری لنبر 26 دنگین نا هات پسند کردن گروپ تروریست حتی نال سوری و افغانستانی سر اولیه آمریکایی گفن. دجوینا انجمن ریسپیان دا سیناتوری پارتی کماریان میچ مکونل را گیاند. راست پیش کردن باش دجی داعش و القاعده سوری افغانستانی هات نکردن لی وکشاندن هزین آمریکی نا
no جوان هر دو ولاتان آرامیل نوچه تک ده او دبه سده مدر کتنا ولایه که ایران و روسیه جه سوده دبینن بپسند کرنا وی پروژه بریارش آلی انجمانا ریسپیان و که اندامین کمارتیتی دانه پلان سروک امریکی دونالد ترامپ یا وکشاندنا بلس یا هزین وی ولاتی سوری و افغانستانی هاتشکی داندن سروک امریکای نوو هولا کنگرسی دا گوتار خوایا سالانه یا درباری رفشا ولایت یکگرتین آمریکای پیشکش کرد که در دورا دمجمارک اونیوان دوم کرد. ترامپ را گیاند ولاتی وید سالین بهری دا 7 تریلیون دلار شهرین رجلات نوین دا خرج کریه. دونالد ترامپ گوتار خوایا سالانه دا بحثا گفا دایشی او شهر دجیوان چکدارا کر او گوت. بری دو سالان دمکوی بو سروک زیده 32,000 کیلومتر چارگوشل عراق و سوریه دست دایشی دابون. لینها پرانیوان نوچین هاتن کنترل کردن. ترامپ را گیاند کل عراق و سوریه پرانیا نوچند بن دست دایشی دا هاتن کنترل کردن و گل هف پیمانی نو در دیل پیگه داوی دایشی شهر بیری خستنه دکن. ترامپ اشکره کرد کل گل هف پیمانش بو تکبرنا دایشی کرد لما نادمو به یکی اتکای پیشوازیا بگیرا لشکرین خواب کن. سروک امریکای هروادازانین 19 سالن کم عراق و افغانستان شهر دکن. 7,000 لشکرین امریکی هاتن کشتن و 52,000 لشکرین دن گرانی بریندار بونه. هروا ما 7 تریلیون دلار جید شهرین رجلات نوین دا خرج کریه. گوتنا ترامپ نتوین مزن تولیوان شهران نابن که داوی بیناین. دونالد ترامپ هروا جاره کردن ایران وک سپونسوری تروری بناف کر او را گیان که واشنگتن همو جیانی روبروی تروری و پشتوانین واده به ناف داجی رژیم ایرانی که گوتنا وی سپونسوریا تروری دکه بشه کردن یا گوتار خواده ترامپ بسا هفپیمانیان ناتو پشکا خرجین سربازی ولاتین اندام رکشین آمریکا شرکفت دا مشکل اتمی نابراویل گل روسیا نزیک بونال کره باکور پنگاوین بر رکفتن بازرگانیل گل چین قیران سرکاتیا ونزوئلا دانستاندن افغانستان و چند مجارین دنجیکر سرکومری ترکیه سرکومری فرانسه امانوئل ماکرون شرمزارد که پیوداری سرکومری ترکیه ابراهیم کالند بشه جنوسید ارمنیان داره و او راستین دیروکی دوره تو بنگه که حقوقی یا ایدیان جنوسید ارمنیان نینه اجبر که ماکرون 24 نیسان وکی روژا بیرانین جنوسید ارمنیان را گیاندیه اوی شرمزارد کن او وی بریاری ناس ناکن سال 1914 دا حکومت عثمانی نزدیکی میلیون و نیف ارمنی کشته بون سال 2011 دا فرانسا بیاریم سر ارمنیان را هاتبون وکی جنوسید ارمنیان ناس کرده بود. بردوامیا پرسگریکن درباره ونزوئلا دا 4 ولات مزن یین اروپای ریبری اپوزیسیون ونزوئلا و که سروک دمکی یه وی ولاتی ناس کردن. پشتی که چند روز برینا ریبری اپوزیسیون ونزوئلا که همین دمی سروک پارلمانتی وی ولاتی اجی خواه که سروک دمکی یه ولات را گیاند. وی یکی هجبار ولاتین که خوان گوایدو و که سروک دمکی ونزوئلا فرمی ناس کردن گیشته 5 ولاتان. پیشتر امریکای پشگری خوابو گوایدو نشان دابو و دونالد ترامپ را گیاند بو که ریبری اپوزیسیون و که سروک ونزوئلا فرمی ناس دکه. فرانسه پیشتر حشیاری دابو حکومت ونزوئلا دخواست مادورو کرد بو حتی داویا روز یک شمی دمو درخواستن البجارتن نوین سروکاتیا وی ولاتی دیار بکه. اگر نا پاریس دی هلوست خواب بگوید نه و ریبری اپوزیسیون و که سروک ولات فرمی ناس بکه. ونزوئلا درفشه که آلوز را درباز دبه و خواب پیشاندن خلق وی ولاتی دجی دستلاتی و حکومت نیکولاس مادورو بردوامن. مقدونیای پروتکل بهداری یا رخصتنا پیماننامه اتلانتیک یا باکور ناتو امضا کرد. نوند ناتو یا بروکسل مراسم کاتل درخستن وزیر دروازه مقدونیای نیکولا دیمیترو پروتکل بهداری امضا کرد. سکرتاری گیشتی ناتو جین استولتنبرگ و نونرین دائمی 29 پیمان مراسم دا آمده بون. اجبوک اندامتیا مقدونیای دست بکرد و همو ولاتین اندام پارلمانتوی خود وی یکی قبول بکن کار و بارن فرمی تمام ببن. حتی بیواجو تمام ببه مقدونیه دیوک و خواندی بهداری جوین ناتوی ببه. مقدونیه سال 1991 داشت یوگسلاوی و قطعا و سرخابون خو اعلام کرد. نابر یونانستان و مقدونیه داشت دمی پیو پرسگریک ناف بردوامه. سرک وزیرین هر دو ولاتان پیمان پرس پای امضا کردن و پرسگریک شولی را کربون. گوروی پیمانی ناوی مقدونیه دیوک کمرا مقدونیه باکور ورک گویرتن.
Gudarin hejua babu veshana dengu basinaktieki, şer çorpeçeyin Kurdistani Kurdin diasporayı hervanu çeyin netevi. Cörekeden haptiyorti disal servi inobunişani emi rasti hebid. Amedekar u ribebra dengu basinu ya radyo üreteze Belas Türkiye hattani veshananu bumin navakhir u khashida.